اول از همه فتوسیستم چیه؟ یک مجموعه پروتئینی رنگیزه‌ای که انرژی نور رو میگیره و یک الکترون برانگیخته ایجاد میکنه که برای فتوسنتز ضروریه. وقتی که نور روی فتوسیستم 1 میتابه، آنتناش انرژی رو میگیرن و میبرن به مرکز واکنش که کلروفیل یا همون سبزینه آ وجود داره و چون این سبزینه بیشتر از بقیه طول موج‌های نور طول موج 700 نانومتر رو جذب میکنه، بهش پی 700 میگیم. و بعد از اینکه مرکز واکنش برانگیخته شد، الکترون از دست میده. اون طرف فتوسیستم یک فتوسیستم دیگه است که چون بعد فتوسیستم 1 کشف شد، اسمشو فتوسیستم 2 گذاشتن و تقریبا از همه لحاظ شبیه همن، غیر از این که توی فتوسیستم 2 کلروفیل آ که مرکز واکنشه بیشتر علاقه به طول موج 680 نانومتر داره، واسه همین بهش میگیم پی 680.